در روابط تاجیکستان و قرقیزستان بعد چندین سال پر از تنش‌ها که ناظران امور حتی جنگ سرد عنوانش میکردند، بالاخره شکستن یخ‌های این جنگ سرد و گرمشوی مناسبت‌ها به نظر میرسد. وزیر کارهای خارجه قرقیزستان ژنبک قلیبایف روزهای 4 و 5 فوریه سال 2024 از دوشنبه بازدید کرد. بنا به اطلاع رسمی، قلیبایف در جریان این سفر با همتای تاجیکش سراج‌الدین موردین و پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان مسائل مربوط به مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان را بررسی کرد. همچنین با رهبری اداره سیاسی خارجی تاجیکستان برنامه همکاری وزارت‌های کارهای خارجی دو کشور برای سالهای 2024 و 2025 را امضا کرده است. گفتنی است که وزیر خارجه قرقیزستان بعد مناقشه‌های خونین سال 2021 و 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که صدها کشته و زخمی به جا گذاشت، بار اول با سفر رسمی از تاجیکستان بازدید کرد. همچنین روز 5 فوریه سال 2024 خبر آمد که در جریان واخوری نوبتی گروه‌های توپوگرافی و کاری مسائل حقوقی ایالت‌های حکومت تاجیکستان و قرقیزستان عاید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحد دولتی که 30 ینور تا 5 فوریه سال 2024 در شهر بادقند قرقیزستان دایر شد، گروه‌های کاری توپوگرافی باز 3 از 71 کیلومتر از قطعه‌های باسی در سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را موافقه کردند. درباره اینکه این دفعه در مذاکرات در بادقند کدام قطعه‌های باسی مرز مشخص کرده شد، جانب‌ها یگان تفصیلات ندادند. مذاکرات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بعد چندین سال رکود تازه از ماه اکتبر سال 2023 یک باره صورت گرفت و در 3 ماه اخیر دو جانب توانستند علاقه 191 کیلومتر قطعه‌های باسی مرزی را مشخص کنند. رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف ماه دکامبر اظهار داشت که بیشکک و دوشنبه علاقه در بهار سال 2024 مذاکرات مرزی را به پایان خواهند رساند. جانب تاجیکستان این خوشبینی جانب دیگر را مستقیما تصدیق یا رد نکرده است، ولی روز 2 ینور سال 2024 وزیر کارهای خارجه ترکیه حاکم فیدان در دوشنبه در پی ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان و با تکیه به سخنان امامعلی رحمان خبر داد که سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان علاقه ماه مارس سال جاری به امضا میرسد.